آی شبی ای دست و ای جانا نعیمه دلارم ای شده مانند زندان خانه ایم جان محبوب آی و دستی خوب میدی روان کو الله تسلاش دل دیوانه ایم ای داد بیداد خدا غمای دن یا رب من داد آی هوا کی شر میکنه هوا کی شر میکنه نورالله بر میکنه دل یاد دلبر میکنه بگذار بنالم سبزمه به به تو پیشی ها یکیه نه تا کی بنالم سبزمه خدا روزگار تو خوش کرده زنده بشی بیکار نمیگه رستا باشم به تعمی آغرا شیشته ای بلندن یاد داره بخونم میگو من پاتم یخ به کی مای کار کنی ورا رو خور بگردم ها تو بری تاشون بگو پیار خود جگر خور بکنی کار کنی ولا اگه ممنونیت بکنه آدمی پیار تو کما میبینی تو هم شو میگه میکشه میگه گیلک با خو میگرده آدارو ولی امرو بیکاری گیلا هر روز یار یمی که بیکاری بیا بریم خودت چرت بشه بله ساعت مونتیر میشه خلاص کامیو هم بخورم بله صاحب کامیو بخورم بله بله هر کار سال با 12 ما دیگه گیلک بیکاری ها میگم سال با 12 ما دیگه بیکاری سال بعد 11 ما دیگه ما روزه کنیم چرا ما روزه با کار میکنی لیلا ها من نمیرم چرا مونده شدم همه ذرابی هم با مونده شدی مونده شدم نمیرم باره میگه کامera پیشتر برن دکنه بابا تو ساندویچ هم میخرم خود یک او اناره دیگه چی می نش همه ذرابی هم بالا پاس می برگردی مونده شدم من قوت ندارم پام قوت نداره خود چیزی رای دیگه نموندن به دکنا میرسه موله و نزدیک میشی نمیشه لیلا اون ما پام قوت نداره من ضعیفیم بره بریم دیگه نمیشه ولی تو یک بغل تنه تو کمک گرفتیم یک بغل تنه خود خورم بالا سنگینی خود خوبنده بره گیلک بره با گیلت خدا راتی توش نمیشه بابا سرقی بیا ما دیمو ذرا دیگه بیا بریم هم یک کیمو مونده میشم بیا بریم با تو 20 هم میدم بیا نه مونده میشم از تو دیگه کی خیر خودی من کو خیر ندیدم من نیم کالرا تو رفیق نیمه را بودی یلا که دیرا برتی برات کار کو مونده میشم نون مفتی با تو بده که بخوری سیر شی بابا بیایی سر دستی تو را با دست بگیرم بخون آی جان محبوب انی گیلک گیلک کجا میری؟ جانجوره جان ماما نوز خان شکر تجیرش تنه نقیف جانجیری خیلی حتی چی جانجوره من لیلا وردش برم کجا؟ گو بیا بریم به شهر برفتیم به شهر به تر مونده شدم چری؟ پس ورگشتم به تر میرفتی مونده به شهر چیکار کنی؟ بابا قوت لیلا گو برای چیکار کنی؟ ما بس همون جای شیشته بیدون دسته خود میشیشتیم کجای چکار میکنی؟ ما گفتم اینجا شیشته هم نه گفت اکت بیا بریم به شهر بیا من کاملا ما که ضعیفم بیخی سوی دغذیه ای گیلا من نانه مکه چی لاکی میدم نانه میگفت تو ازم خورتکی سوی تغذیه نه سوی تغذیه سوی تغذیه گفت تو شیر بزغاله خوردی گفت شیر نداشتم ازم خورتکی گفت تا وقتی که بریش رسیدی کلام شدی دست چپراس رو بشنیدی شیر بزغاله خوردی شیر بزغاله هم پخته نیه نه خوبه انا من قوت ندارم گیلک جون
حال بیکاری آه بیکار بیکارم نگو آه روز چند بودم تو که خودم دیوال چینی که کار کنی کی به دیوال چینی با کار این کنی مفخوره میانه چه کار کنی 35 ها رو 35 دیگه روز پنجی قبول کش روز چی بگو، دیگه روز تاقیدن یک پینجه رفیق تو میده اگه نه میاد بابا پنجری پیر چرا به بابا. پنجری پیر آه. دیونه این دیوانیه فرق 35 تا 50 نمیکنه چرا به 35 پی نرم کار نکنم سه برارم به 35 پنجری پا برم کار کنم پنجری نگو صبر کن آه. پینجه بیشتر یا 35 35 پی داره با مردم بگه دیلا 35 پی بیشتر نه بله بابا یا تو من کافت خود کله گنده خو نگو چی خیال میکنه که من همه کسانه میفهم من مثل شما 10 تا مالی میبرم مثلا جو او میخورم پس میام مثلا خود خیر بینی نفت و نرگیلا آه نگو آه روز که اقلا کما تقسیم میکردم کجا بودی من آه خوشا جمع میکردم خوشا جمعی خاطر اقلا کمال نده آه. تو فرق پینجری به تا 35 فرق نکرد که چرا 35 دیدی 35 پی 11 تا پنجی میشی پنجری دیوانه پی 49 تا 5 میشه 49 تا آه. نه 49 تا میگه حال رو 35 په میدون میری خودم کار میکنی یا نه بله بابا ها چیز شده که رالو مامان رالو روز خالی چاش میشه مامان روز من مونده شدم چرا شدی؟ مونده شدم نمیرم اینه نمیری چه نمیری بابا مرد من نمیرم من نگفتن ضعیفم خالی تو ضعیفی اصلا رفته نمیتونی نه بدل لالا موتور گفت دیدی اینجا بیا که بریم بیا روز مجوری میدیم بده نمیشه بله فرق بیا گرفتیم که دست خودم گردن نکه تو بابا چی ای تو دست خودم گردن نه بابا به شما نگفتم این نبری آنی تو بری بری بیا بریم جلال شو بخی نمیشه مونده یم حالا نمیری من مونده میشم بری کجی بری هی فهمین دونه دنیا که تو تارتوق من مونده میشم وای وای تنی تو بکو مامو خدا تنی تو فقط شطوره من پاهم قوت نداره من ضعیفم قوت نداره تو سه بکو من 110 کیلو بکشیدون خود 110 کیلو من ضعیفم آه بریم بریم نه همه درختا که یک وقتی چود داشت چود نداره یا اشتنی اشتن جانجار خیریت چه هستی کجا میری بیکار کجا میری بله کجا میری تو سرگردان برای توت میگردم توت حالا توت پیدا میشی گی لگم خلاص شد بگو یک کله خراب چرا بیری شدی گودری شما لالا مونده شما ضعیفم مونده میشی ضعیفم شما 60 تا زو داریم 15 20 تا گوساله داریم اینا همه او خور داره شیر او اینا برو از داخل از این خونه کلان برو مچم برلین کنجاره بیار مچم منجاره بیار چیکار شده چیکار میشه چنجاره بیار تو که بیتونی کلون خود مونده شی از من چی گله قوت ندارم من ضعیفم بخون میگردم برو دیت خوب یاد تو باشه که بتونی اون او تو تیال کرده و نتونستی بخوری شیر فراون ماز فراون پلکات و سر وقت می آمد نون تو سر وقت می آمد بگرفتی از کار بیروشی داره کن سر گردون بدی زمین ها برو بدی سر زمین ها برو بدی سر زمین ها برو از این نمت به تو کلاه میشه کدوم نمد از این نمت به تو کلاه میشه کدو کلا یعنی که بیکار میگردی از این بیکار گشتن تا اینجا بیتر نبود به تو تو میگه نمد کلاه میشه کو نمد خب همین بیکار گشتن همین میگن دیگه میگه از این نمت به تو کلاه نمیشه چطور نمد به تو کلاه نمیشه حالی عکس ما به تو داستانه بگم چی میفهم یعنی میگم خلاصی گپ به تو از این بیکار گشتن همون گودری و بیتر بود کل خراب بابا خب سر فشاره من قوت شار اول مفته کار بابا من میکنی قوت بابا بده چند بده 60 پیه میگه من ضعیفم میگه اینجا ماس فراونه بخو شیر فراونه بخو که قوی شی تو هر روز کشیره نمه گودری میبودیم وای بله وای فیلیات وای بله وای. فیلیات برو منتها یاد تو باشه خوب گیلک از این بیکاری به تو چیزی نمیشه دیگه که دیگه چی گفتی از این نمد به تو کلاهی نمیشه خب. برو اما هر جا که میری برو از این نمد به من کلاهی نمیشه نمیشه نه نمیشه حیف تو خیلی اندیل به تو میسوزه ما تو بیاردیم همون گودایی گفتیم بلکم اینجا تو پولم میدیم 100 تا هم تیر رست هم شم میشه شیر و ماست هم
مفته نتونستی بخوری برو آنها بگرد میزنی ما سلام جان کجا بودی؟ خوبی تیاری سلامتی بشی زنده بشی گیلک کجاه؟ گیلک با خدا صبح بیرون میشه از این بر بزی بر از این بر بزی بر نمیفهمم اصلا راست خورم به من نمیگه که ما به کجا میرم به کجا ماما شاگل ما همون نفر کار کنه به ما گودری داشتیم امور بدر کردیم شما بیانیم پیش ما این بچه ما رو بیاریم به ما گودری پیر بیا آوردیم من 4 روز نست داد بدر شد بره همین جگاه مثلا برای پول میدادیم مثلا همین جگاه شیر چیزی مثلا به جو میدادیم ماست چیزی میگیم که بخون میخورد میبرد به خونه خود پوری و فرعونی بود ساعت تیر بود جای الد تیار خرج تیار همین بدر شد بره این دیگه حاله چه کار میشه ماما؟ این چه کار میکنه حاله؟ رمضان جان ما به خدا که به پیش شما ما خیلی خوشحال شدیم شما آدم ها خوبی هستیم بچه ها خوبی هستیم نون بدی هستیم مزدور جمع میکنه خیلی رضی بودم یک روزی بیام قرار به خونه شیشته چری بیامدی هیچی من توان این کارا ندارم قوت ندارم ضعیفم کار کردن نمیتونم خانان ما سعی کنه شما خوب گفته میگه من مثلا سعی کنیم به همینجگاه تاب نکرد دیروز تا بیامد و میبینم وقت بدر شده برفته که من ضعیفم کار کردن نمیتونم بگیم از این گشتن از این تعدی بری بر وزه سایه از این درخت از این درخت از این فایده به تو نماده میشه از این کلا به تو نماده میشه سیکو رمضان جان با خدا من راضی بدون خوشحال بدون که بیامد خود شما که شما همین بم سرکار ببردیم همین جگه هوشی میکردیم کم جمع میخوردیم نمیتون شد بیامدن دیدم به خونه شیشته چری بیامدیم من ضعیفم کار کردن نمیتونم نمیرم خب چه کار کنم بکشم 100 دفعه بگفتم از این لگردی از این بدو از این 100 خودی از این 100 خودی از این نمد به تو کلاهی نمیشه تو خیره با شما ما جان من صبح با براخ و عباس گفتم باز امیر اگه به تک چه دیدی بون نصیحت که وجو بگو بیا پس و سر جا خو بیا وجو عده که بگو گفت دارم بالاتر میبرم ما چون دیگه شاید دور ببینه بگه بری و نگه با شما هم اگه دل ماست به خونه گفتیم بری و من میرم چاش به سرا میرم به سرا به مادری هم میگم به خودی هم میگم که از این لگدی از این نمد به تو کلاهی نمیشه پس برو به سر کار خو آه دیگه اینجا جا تیار خوبی برابره